رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا رأى احدكم من نفسه او ماله او من اخیه ما یعجبه فلیدع له بالبرکه فإن العین حق. گفتن هر وقتا که یکی از شما در خودش یا در مالش یا که در برادرش دید آن چیزی را که به اون خوش آمد، پس دعا کند برای اون دعای برکت، زیرا چشم حق است. یعنی بگوید بارک الله لک ما شاء الله، زیرا چشم کردن حق است. اگر دعا نکند امکان دارد که چشم به مال خودش یا که به جان خودش یا که به برادرش یا که به فرزندش ضرر برساند، زیرا چشم حق است.